شب 23 ایول تخمینا ساعت 02:20 راننده ماشین بورکش تمغه مرسدس بنز سپرینتر میرزابایف علیشیر سال تولدش 1978 ساکن جماعت وحدت نویه دیوشتیچ در کیلومتر 276 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت غلقنداز نویه جبو رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به عقب ماشین بورکش تمغه مرسدس بنز اتیکو که در کنار راست راه از جانب رانندهش ددجانوف شریف جان غفرانجانوویچ سال تولدش 1989 ساکن جماعت اونچه نویه باباجان غفوروف تعمیر شده ایستاده بود برخورد است. در نتیجه برخورد راننده اتیکو در جای حادثه به هلاکت رسیده، راننده سپرینتر مجروح شده است. زن 41 ساله ساکن جماعت دیهات سیمیگنج شهر وحدت به آن گمان برمی شود که اولهای ماه سال 2021 با راه فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن نویه فیض‌آباد درآمده از او ماشین تمغه کیمری سی را 110,000 سومانی نرخ کرده گرفته است، ولی تنها 50,000 سومانی پول ماشین را داده 60,000 باقی ماندهش را تا حال نداده است. مرد 37 ساله ساکن جماعت نورآباد نویه فیض‌آباد به آن گمان برمی شود که ماه ینور سال 2012 در کوچه صدرالدین عینی شهر دوشنبه با راه فریب به باوری مرد 60 ساله ساکن جماعت عبدالوصیف شهر وحدت درآمده از او $10,500 گرفته است و دیگر برنگردانیده است. نسبت به ساکن فیض‌آباد بر اساس ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده جنایتی آغاز کردند.